سلام، ما اینجاییم تا هدست های واقعیت مجازی رو بررسی کنیم. سالهای زیادیه که طرفدارا و علاقه‌مندان به این حوزه منتظرن که تا این صنعت پیشرفتش رو انجام بده که البته تو این 2 3 سال اخیر این اتفاق افتاده و هر کسی میتونه هدست واقعیت مجازی مناسب خودش رو داشته باشه. خیلی هم فکر میکنن این عینک ها خیلی به صورت میچسبه که در واقع باید هم همینطور باشه تا آدم بتونه وارد یک دنیای دیگه بشه. کلاً هم 3 نوع هدست داریم. هدست های معمولی، هدست هایی که به کنسول وصل میشن و هدست هایی که به پی سی یا کامپیوتر متصل میشن. لایک، کامنت، سابسکرایب و زنگوله رو فراموش نکنید. بریم سراغ هدست های معمولی. با گوگل کاردبورد شروع میکنیم. یکی از ابتدایی ترین نسخه های هدست های واقعیت مجازی. خیلی ابتدایی، کار خاصی نمیشه باهاش انجام داد، ولی حس 3D بودن رو میتونید ازش بگیرید. صفحه نمایشگرش با گوشی موبایله و خب یکی از بزرگترین مشکلاتش اینه که بند نداره. البته تو نسخه جدیدش همراه با بند هم به فروش میرسه. آکیولس گو با رزولوشن 1280 در 1440 برای هر چشم، زاویه دید 100 درجه FOV، رفرش ریت 72 هرتز بر ثانیه. نسبتا شبیه همون گوگل کاردبورد، ولی خب خودش صفحه نمایشگر و بلندگو داره و یک کنترلر در 2 حالت کار میکنه، ولی خب در فضا حرکت نمیکنه. آکیولس کوست با رزولوشن 1440 در 1600 برای هر چشم، زاویه دید 100 درجه و FOV، رفرش ریت 72 هرتز بر ثانیه. این عینک برای افرادی که کامپیوتر ندارن خیلی مناسبه. خودش صفحه نمایشگر داره، خودش بلندگو داره، 2 تا دسته داره که میتونه به 6 جهت حرکت کنه و البته مهمترین عضوش اینه که میتونه اتاقو اسکن کنه. بریم سراغ هدست هایی که به کنسول بازی متصل میشن. نینتندو لابو با رزولوشن 640 در 720 که یه چیز خیلی پایینیه، با زاویه دید 90 درجه برای هر چشم. مثلا یه چیز خیلی ابتداییه که فقط فرقش با همون گوگل کاردبورد اینه که اون گوشی موبایل قرار میگیره و این نینتندو توش قرار میگیره. البته شکل‌های متفاوتی داره، جنسش از کارتونه و باید خودمون درستش کنیم. به خاطر قیمت پایینش چیز جالبیه، ولی به خاطر رزولوشنی که داره زیاد به حمایت نشد. زیاد چی نشد؟ استقبال نشد. پلی استیشن وی آر با رزولوشن 1080 در 960 با رفرش ریت 120 و خب زاویه دید 100 درجه FOV، یکی از بهترین هدست های واقعیت مجازی در دنیا که بیشترین فروش هم داشته. روی پلی استیشن 4 و 5 نصب میشه و انواع بازی‌ها رو میتونید باهاش انجام بدید. 2 تا دسته دوال شوک داره با ایم کنترلر که تیراندازی رو براتون راحت. بریم سراغ هدست هایی که باید به کامپیوتر متصل بشن. آکیولس ریفت اس با رزولوشن 1280 در 1440 برای هر چشم، زاویه دید 100 درجه و FOV با صفحه نمایشگر OLED. البته برای وصل کردن این به کامپیوتر حتما باید کامپیوترتون گیمینگ باشه و خب قدرت زیادی داشته باشه که بتونه این هیولا رو ساپورت کنه، به خاطر اینکه سنسورهای حرکتی داره تو 5 جهت و خب یکی از آخرین نسخه هایی که تو دنیا ارزش. وای ویندکس با رزولوشن 1440 در 1600 با زاویه دید 130 درجه FOV با رفرش ریت 120 هرتز بر ثانیه. همونطور که متوجه شدید قابلیتاش نسبت به بقیه هدست‌ها بیشتره. زاویه دیدش و البته هدفونایی که میتونید روی گوشتون تنظیم کنید. برخلاف ریفت سنسوراش روی خود عینک نیست و باید داخل اتاق نصب بشه و خب حرکتو بیشتر و راحت‌تر میتونه متوجه بشه و دسته‌هاش هم انگشتا رو میفهمن و میشناسن. فعلا